حواست باشه کجا دوباره داری از سر کمبود تصمیم میگیری. مثلا یه نفری رو میبینی که به کمک احتیاج داره، خب ذهنت بهت میگه که نمیتونیم کمکش کنیم، ما اونقدر پول نداریم، اینجا جای دخالته، اینجا تو باید اعمال نفوذ کنی، اینجا باید صاف وایسی، یعنی چی پول نداری؟ انقدر دارم که کمک این بکنم که کمکش میکنم. اجازه میدم اون باورهای نداری، اون باورهای شک، اون باورهای کمبود، فقر از تو ذهنم پاکسازی بشه. ذهنم رو از یک طرز فکر ورشکسته به یک طرز فکر موفق منتقل میکنم. و تو حالا میخوام یه پرانتز کوچولو اینجا باز کنم برای کسایی که یه مقدار قلبشون به این مسائل بازتره. پس یه چیز بگم، اگر تو این 3 قدم رو انجام بدی دیگه اصلا مهم نیست به اون خواسته به خصوص برسی یا نرسی، احساسش رو داری. من اگر مثلا میخوام با پول احساس دارایی بکنم، خب بعد میشینم توی ذهنم تجسم میکنم، احساسش رو ایجاد میکنم، در جهتش قدم برمیدارم، دیگه واقعا مهم نیست که نتیجه رقم خورده یا نه، من احساس فراوانی رو ایجاد کردم. مثلا تو میخواستی با ورود به یه رابطه عشق تجربه کنی، با انجام اون 3 قدم تو خودت عشق ایجاد میکنی، دیگه فرقی نمیکنه که اون آدم هست یا نه، تو خودت این احساس رو ایجاد کردی. و حواست باشه کجا دوباره داری از سر کمبود تصمیم میگیری. مثلا یه نفری رو میبینی که به کمک احتیاج داره، خب ذهنت بهت میگه که نمیتونیم کمکش کنیم، ما اونقدر پول نداریم، اینجا جای دخالته، اینجا تو باید اعمال نفوذ کنی، اینجا باید صاف وایسی، یعنی چی پول نداری؟ انقدر دارم که کمک این بکنم که کمکش میکنم. اجازه میدم اون باورهای نداری، اون باورهای شک، اون باورهای کمبود، فقر از تو ذهنم پاکسازی بشه. ذهنم رو از یک طرز فکر ورشکسته به یک طرز فکر موفق منتقل میکنم. و تو حالا میخوام یه پرانتز کوچولو اینجا باز کنم برای کسایی که یه مقدار قلبشون به این مسائل بازتره. پس یه چیز بگم، اگر تو این 3 قدم رو انجام بدی دیگه اصلا مهم نیست به اون خواسته به خصوص برسی یا نرسی، احساسش رو داری. من اگر مثلا میخوام با پول احساس دارایی بکنم، خب بعد میشینم توی ذهنم تجسم میکنم، احساسش رو ایجاد میکنم، در جهتش قدم برمیدارم، دیگه واقعا مهم نیست که نتیجه رقم خورده یا نه، من احساس فراوانی رو ایجاد کردم. مثلا تو میخواستی با ورود به یه رابطه عشق تجربه کنی، با انجام اون 3 قدم تو خودت عشق ایجاد میکنی، دیگه فرقی نمیکنه که اون آدم هست یا نه، تو خودت این احساس رو ایجاد کردی. و